میگن یه مدیر عاملی حسابدار خبرهشو برمی‌داره میبره سوار ماشینش میکنه، مدیر عامل میگه بیا، سوار میشن میرن تا یه جایی رو، از یه تپه‌ای میرن بالای تپه که وای میستن، مدیر عامل اون تر رو نشون میده به این رئیس حسابداریش یا مثلا به اچ آرش، میگه که اون زمینا رو میبینی اونجا دور تا دورش درخت سپیدار هست؟ میگه که آره. میگه اونجا تصور بکن یک ساختمان 25 طبقه رو تصور بکن، دایره رو تصور میکنه. میگه اوکی. میگه سمت راستش هم یه تنیس کورت تصور کن که تنیس میشه بازی کرد، تصور میکنه. میگه اوکی. میگه اونورم یه استخر، اون طرف یه پارکینگ بزرگ چند طبقه. میگه آره. میگه حالا یه تابلو فکر کن مثلا نمیشه شرکت مجموعه فلان اونجا. میگه آره. میگه ببین اگر بتونی یه کاری بکنی که این کارمندا از این میزان کاری که دارن میکنن 10% بیشتر کار کنن و 5% بهتر کار کنن، 10 سال بعد اونجا یه همچین چیزی من میسازم. همین. بعد یارو میگه آها میدونی قصه چیه؟ میگه چیه؟ میگه که اون تر رو میبینه، اون چاله رو که آشغال توش ریخته. میگه که کدوم چاله؟ میگه اون چاله که آتشخالاشونو میریزن مردم توش. میگه این کارمندا دست بچه‌هاشون، زن بچه‌شون رو گرفتن، به بچه‌هاشون میگن که اون چاله رو میبینی بابا؟ میگه آره. میگه اون تای اون چاله یه زمین 100 متری تصور کن، تو زمین 100 متری حالا یه سقف کوچولویی تصور کن، بغلش هم یه توالت. این مرتیکه قرمساق مدیر عامله اگه یه ذره حقوق ما رو بیشتر بکنه، ما 20 سال دیگه یه همچین چیزی اونجا واسهتون میسازم. تو فکر کردی که اینا میان سر کار میکنن که تو اونجا برج بسازی؟ اونا میان سر کار که برای زن و بچه‌شون یه چیزی بسازن. اون میاد سر کار برای اینکه برای خودش یه ماشین، یه قارقاره که برای خودش بخره. تو اگر میخوای که من به اونها بتوانم پیامی بدم، متقاعدشون کنم که 10% مؤثرتر و 5% بهتر کار کنن، تو به من بگو که من به اینا بگم اگر اینها 10% بیشتر برای تو کار کردن و 5% هم کارآمدشون رفت بالاتر، چی به اینها میماسه؟ اگر فکر کنن که یک چیزی به ما میماسد، آنگاه چرا 5% 50% برات کار کنن؟ ولی تو پیامت اینه که من چجوری از اینا کار بیشتری بکشم. پیامت اصلا به من این نیستش که من به اینها بگم این سازمان اگر رشد بکنه تو در کنارش چه اتفاقی برای تو میفته.